سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم که الان واقعا صبح نمیتونم بگم، شب و روزتون بخیر. روزتون بخیر باشه. امروز برگشتم با یه حالت ولاگ دیگه، یه ولاگ تو میخوام بگیرم امروز و امروز دوشنبه است، اول هفته و من کلاس دارم دانشگاه. دارم میرم به سمت یونیورسیته، به قول خودتون دارم میرم سمت دانشگاه که ببینیم امروز قراره چیکار کنیم، استادا میخوان چیکار کنن. درس امروزمون یکم چرت و پرت حقیقتا، علاقه‌ای بهش ندارم، ولی مثل بچه‌های دبستانی میخوام بگم زنگ بعدی، ساعت بعدش، یعنی کلاس بعدم بیوشیمیه و خب باید برم سر کلاس حتما چون خیلی سخته. حالا مهم نیست. الان دیگه میخوایم بریم سمت دانشگاه. از داخل مترو و راهی که میخوام برم معصومانه واسهتون ویدیو میگیرم. امیدوارم که خوشتون بیاد و لذت ببرین، با من همراه باشین. اینجا مترو منتظر بودم، نزدیک 3 دقیقه اینجا داشتم انتظار می‌کشتم برای مترو و می‌بینید که چقدر مترو مثل هر روز شلوغ و وحشتناکه. ذاتاً با سوار 2 تا مترو میشم. خیلی شلوغه ولی دیگه درس در یک چشم به هم زدن می‌بینید که رسیدم به مترو بعدیم و مثل همیشه مترو وحشتناک شلوغ بود و اینجا هم نشسته بودم داخل مترو و از فضا و شلوغی مترو براتون فیلم می‌گرفتم. امروز مترو خیلی شلوغ نبود، البته من این شیرم بودم خیلی به دست نمیشه یک کار شلوغ بود. متروی که ارتباط دانشگاهی من خیلی شلوغه صبح دقیقا از بقیه 2 تا ایستگاه واسطه تو دانشگاه نخلیات یکیش دانشگاه من، دانشگاه کمپینی اینجا بعد از ما اولتوه، به خاطر همین خیلی صبح وحشت شلوغه. اینجا دیگه از مترو آمده بودم بیرون و 15 دقیقه راه حوصله سربر داشتم تا دانشگاه. بخوام دیگه میگم حوصله سربره به خاطر اینکه مثلا یک رو پیاده رویه که از وسط 2 تا پمپ بنزین رد میشی با یه سری جوون همسن خودم که از دانشگاه دارم میام، حالا میخوام مثلا برم سمت خونه، ولی مسیرش خیلی چرت و پرته. فقط یه پارک داره این وسط که الان نشونتون میدم، همون اون 10 ثانیه که تو این پارک یه ذره بهت خوش میگذره، ولی کلا بعد زمستون هم خیلی سرد میشه این یه تیکه به خاطر اینکه بغلم اتوبانه و اصلا خیلی باد میاد و وحشتناک سرد میشه. ولی خب دیگه کارش نمیشه کرد، دانشگاه ما دانشجوییم و درس بخونیم و در جویای دانش باشیم. این هم پارکی که بهتون میگفتم و اون کافه‌ای که نشون میدم اسمش ووک کافی، ورد آف کافی، که یه جاییه که بیشتر دانشجوها و کارمندا میرن اونجا کارشون انجام میدن، قهوه میخورن و حرف میزنن و خوش میگذرونن. خیلی کافه قشنگیه. یه ساعت کلاسم تموم شد توی دانشگاه، کلاس اولم من کافه دانشگاه نشستم چیزی بخورم و انشالله کلاس بعدی هم سریع‌تر شروع میشه. اگر شد از کلاس بعدی فیلم میگیرم که اصلا گوشیم هم سر این کلاس زیبا خاموش شد، شارژم تموم شد و شارژرم نداشتم، اوضاع خارج گوشی شده بود، ولی ایشون تو زنگ بچه 12 ساله. شروع تو کلاس بعدی فیلم میگیرم بهتون نشون میدم. دارم میرم سر کلاسم، یه چند دقیقه دیگه شروع میشه. اینجا سر کلاس بیوشیمیا بودیم و هنوز استاد نیومده بود و اینم منظره بیرون. الان یه ذره تو آینه دانشگاه از خودم عکس میگیرم، خیلی این آینه بیشتر واسه اینکه بچه‌ها میان توش عکس میگیرن. چند تا عکس گرفتم ولی امیدوارم کسی نیاد. فعلا تا بریم ادامه راه.
موقع که از مترو اومدم پایین دارم میرم سمت خونه، ولی تو مترو اصلا نتونستم ویدیو بگیرم چون عصر شده بود. همه دارن برمیگردن سمت مرکز شهر و خونه هاشون. خیلی شلوغ، یعنی اصلا جای نفس کشیدن هم نبود. گوشی من اصلا نمیتونستم دستم بگیرم، خیلی شلوغ بود. بعد نمیدونم چرا امروز ظهرم هوا گرم شده و من کاپشن پوشیدم، خیلی گرم شده. واسه همین واسه گازوز خریدم، خیلی نوشیدنی گازدار خوشمزه‌ایه. خب دیگه اینم امروز که مثلا یه روز دانشگاه چجوریه و چجوری میریم و میاییم و مثلا فضای دانشگاه چه شکلیه. به خاطر همین یه امروز بازم ویدیو بگیرم واسهتون بذارم، یه ذره ببینیم که ترکیه چجوری ما درس خونمون دانشگاه و دانشگاهمون چه شکلیه. بس منم خیلی هنم کلا از وسط‌های ظهر بود دیگه نسبتاً یکم خسته شدم دیگه، اصلا بعد از دانشگاه نرفتم جایی بشینم و اینا. واسه همین خیلی ولاگ ساده‌ای شد، ولی خب در ادامه خب روزهای بعدی ولاگ‌های بعدی ویدیوهای بهتری خواهم گذاشت. بیشتر نشون میدم از آن کارها بزرگی و کارهایی که حالا تو روز میشه اینجا انجام دادم. که مواظب خودتون باشین. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه، لذت کافی برده باشین.